بسم الله الرحمن الرحیم. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کتاب ملا محمد تقی قزوینی برقانی از تکفیر تا تکفیر. آل برقانی خاندانی مشهور و اصل ایشان از آل بویه است. این خاندان در قرن دهم تا نیمه دوم قرن دوازدهم به آل طالقانی شهرت داشتند. یکی از مشهورترین افراد این خاندان که مورد بحث ماست، شیخ محمد تقی برقانی قزوینی است. وی در سال 1263 قمری به دست بابیه لعنهم الله در محراب و هنگام اداء نماز صبح کشته شد. شیخ مرحوم اعلی الله مقامه حدوداً در ذوالقعده 1237 قمری 4 سال قبل از وفات سفری را به عزم مشهد مقدس آغاز کردند و در مسیر به قم مقدسه و قزوین و از آنجا به تهران رفتند. در اواخر سال 1237 قمری از طریق روستای مشعلدار که چند فرسخی قزوین است، راه قزوین را پیش گرفتند. در این روستا با یکی از روحانیون قزوین به نام سید تقی تقوی دیدار کردند و طی چند جلسه به سوالات او پاسخ فرمودند. بر مبنای رساله کوچکی که به خط سید تقی تقوی باقی مانده، این بزرگوار در 5 ذی‌حجه 1237 وارد قزوین شدند. به بخش‌هایی از گزارش قصص العلماء به جریانات قزوین اشاره می‌کنیم. پس شیخ احمد به بازدید علماء قزوین می‌رفت و علما به همراه او بودند. روزی به بازدید شهید ثالث حاجی ملا محمد تقی رفتند. پس از طی تعارفات مرسومه، شهید از شیخ سوال کرد که در معاد مذهب شما و ملا صدرا یکیست؟ شیخ گفت چنین نیست و مذهب من ورای مذهب ملا صدراست. بالجمله هنگامه مناظره در میان ایشان گرم شد. پس یکی از تلامذه شیخ که از اهل ترکستان بود با شهید در مقام مجادله برآمد و غرضش محاجه و مجادله بود، نه استکشاف حق. شهید سکوت می نمود. پس از آنجا برخاستند و اجتماع مبدل به افتراق و وفاق مبدل به شقاق شد. در آن روز شیخ چون به مسجد برای نماز جماعت رفت، از علما کسی به همراه او نرفت و در مسجدش حضور به هم نرسانیدند مگر حاجی ملا عبدالوهاب. چون هنگامه تکفیر شیخ گرم شد و شیخ مرد معروف مسلمی بود، حاکم شهر خواست که شقاق را به وفاق مبدل سازد. پس علما را در شبی از شبها ضیافت نمود و شهید و شیخ را نیز دعوت کرد. در زمان حضور مجلس شیخ احمد مصدر بود. بعد از او شهید نشست، اما میان خود و شیخ فاصله قرار داد. چون خوان ترتیب دادند، برای شهید و شیخ یک خوان نهادند. شهید در آن خوان شریک نشد و از آن خوان که پس از او گذاشتند شروع به خوردن نمود. پس از صرف غذا، شاهزاده که مضیف بود عنوان سخن آغاز و در باب انجام ساز و باز اهتمام تمام فرمود که جناب شیخ سرآمد علمای عرب و عجم و لازم الاحترام است. شهید در جواب گفت که در میان کفر و ایمان اصلاح و آشتی نیست و شیخ را در معاد مذهبی است که خلاف ضروری دین اسلام است و منکر ضروری کافر است. شاهزاده هرچند الحاح در انجاح امر صلاح نمود، از اصلاح جز صلاح حاصلی پدید نیامد و آن مجلس منقضی شد. درباره ملا محمد تقی برقانی و رویکرد او به شیخ مرحوم اعلی الله مقامه و مکتب ایشان 2 دیدگاه مطرح است. دیدگاه نخست درباره واکنش اولیه اوست که در مجلس قزوین رخ داد و همان سبب شد که امروز نخستین مکفر را ملای برقانی معرفی کنند.
دیدگاه دوم پشیمانی برقانی در نهایت امر و توبه اوست به گواهی فرزندش و اینکه مرحوم آقای کرمانی و مرحوم آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامهما توصیفاتی درباره او نگاشتند. از این رو اگر کسی بخواهد به دیدگاه مرحوم آقای کرمانی احترام بگذارد، ملای برقانی را لعنت نمی کند، چرا که توبه او به ما رسیده و مرحوم آقای کرمانی نیز لعن نکردند. جالب توجه است که تکفیر قزوینی تأثیری در فعالیت‌های علمی شیخ مرحوم نگذاشت و این بزرگوار در این برهه، یعنی از سفر قزوین تا پایان عمر، رسائل متعددی نگاشته‌اند و در شهرهای مختلف افاداتی داشته‌اند و اجازه صادر کردند. با این حال قلباً از تحرکات اولیه ملای برقانی بیزاریم و بر او اعتراض داریم که اگر توبه کرده و اظهار پشیمانی کرده است که قطعاً چنین کرده به علت عبارات مرحوم آقای کرمانی اعلی الله مقامه، چرا بیباکی‌ها و حرکت اشتباه خود را تدارک نکرد و توبه و پشیمانی خود را علنی ننمود؟ چرا به علمای عراق نامه ننوشت و شجاعانه اشتباه خود را تذکر نداد؟ هرچند احتمال می دهیم اگر نامه یا تذکرنامه‌ای هم نوشته است، از انتشار آن جلوگیری کرده اند و دیگران را با خبر نکرده اند. این نتیجه گیری که برای نخستین بار بررسی و ارائه گردید، دریافتی مهم برای پاسخ به مخالفان مکتب نیز محسوب می شود. امروزه ما می توانیم به مخالفان شیخ مرحوم بگوییم سابقه‌ای که از آن سخن می گویید و تکفیر شیخ را به زمان برقانی می رسانید، بدانید این سابقه محو شده است و خود آن شخص از موضع خود عقب نشست. امروز نمی توانید در لیست مکفران شیخ و از پیشروهای تکفیر نام برقانی را بیاورید. اگر هم از او نام آورید، حکماً و قطعاً و جزماً باید از عقب نشینی او نیز سخن بگویید. و با توجه به اصل اهل البیت ادری بما فی البیت، گواهی فرزند او شیخ جعفر را متذکر شوید. و با توجه به لا یعلم رتنی الا ولد بطنی، چون مرحوم آقای کرمانی فرزند علمی شیخ اعلی الله مقامه هستند و با همه ارادت و محبتی که به شیخ مرحوم داشته‌اند از ملای برقانی نام نبرده اند، بلکه برای او توصیفاتی نوشته اند، باید او را از این فهرست خارج کنید.